سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توی چه مثلا به یه ویدیو جدید خوش اومدید. آقا امروز میخوایم با هم دیگه بریم این سمهای دهه 90 رو با هم دیگه ببینیم. تفلان کوچک رو ویدیوهاشون میخوام بریم ویدیوهاشون رو با هم دیگه ببینیم، این چه کلیپایی میگیرن، ببینم ذوق دارم ببینم چیکار میکنن، چون اینا خیلی سمن، این دهه 90 ها خیلی سمن، عاشقشونم. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو، ولی یادتون نره که حتما لایک کنید، کامنت بذارید و اگر چنل سابسکرایب ندید حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارشم بزن. البته اینا رو وسطای ویدیو انجام بده. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. بریم. ببین رفیق، جون رفیق، چای چالخونه به لوتیای زورخونه. عمو چند سالته؟ شب بردار بیخونه به عاشقای دیوونه، خب به با معرفتار زمونه، خب به سربازای توپونه. خب پیغام بدم بهت بدن خرابتن رفیق، زد زیاد. من هم خرابتم رفیق، بد جوری خرابتم، تو بری بد جوری خرابتم رفیق. قربون اون انگشترت برم من. چه انگشتری داری تو؟ از انگشتات بزرگتره. برای سم اولی خیلی خوب بود. یا خدا تو رو خدا بیا برو، تو رو جون هر کسی دوست داره بیا برو. وای چقدر گوگلی، ماشو ببین چقدر گوگلیه، چقدر گوگلیه بوی خدا جان. اما جانم 10 تومن داری به من قرض بدی؟ دیارم بهت قرض بدم، ولی تو باید یاد بگیری رو پای خودت وایسی. خوشگلم بفهم. من تو ارز دیجیتال. جان ارز چی؟ من تو ارز دیجیتال کلی سرمایه دارم. تو به من 10 تومن میدی؟ آها منظورش 10 میلیونه. منظور من 10 میلیون بود. پول خواستی به من بگو خوشگله. خوشگله. اما ماهان سکته کرد. این که 80 آخره 80. حس میکنم همه تو رفتی تو نشه بازی. اون ور به پا خیابون به پا ببین کسی نیاد تو سد نزنه کن. خوریاش استوری نمیذاری. یکی از اونجا رد بشه بزنه تو سرت بفهمی چی به چیه. به قول گفتنی تو هنوز شاشت کف نکرده بچه، به این حرفا رو میزنی. زخم بخیت هم خوب نشده. دوست دارم یه پسر بیارم اسمش رو بذارم هارمان، بعدن صداش تو هنوز نینی هستی، تو هنوز طفلی. کنم هارمانه. بابا نرد 4 پاشم گردیم بو بادم در benim dermanım. Harmanım baba nerede çarşafım, gördüğüm bu paketler benim dermanım. وای سم میشدم این چیه؟ با گوش پاکن سیگار مصنوعی بسازیم که برای کلیپاتون خیلی خوبه. بله بریم. خب حالا ما یه طرف گوش پاکن کامل میکنیم، کامل. خب من ترشو کامل نکندم، ولی خب در دیگه این سرش باز بشه بتونم اینجوری کنم. خب اینجا این فندکم خیلی پسنده و خب حالا این شکلی میکنیم، خاموشش کنیم. بیرید خدایا خودت ظهور کن خدا. چه کامی هم میگیره. وای چه سیگاری هم میکشه. مسلما هر کی برای اولین بار دود میده حداقل یه سرفه میکنه. این همه تقصیر شماست. مجبور شدیم بچه‌ها بیان مجازی گوشی به دست بشن این چیزا یاد بگیرن. وقتی در 90 باباش ساری نابلند شده لیوان ها برای بابا بیار. ولکن بابا هم تلویزیون ببینم. الان این چیه اینجا؟ آیدیتو اینجا زدی، اینجا زرد زرد میره بالا پایین. ولش کن بابا، خیلی بی‌تربیته. باشه برای یه لیوان آب بخواه برام پدر ولش کن بابا این خیلی بی‌تربیته. پاشو برو یه لیوان آب بخور واسه منم بیار.
برکت خونه پدر. آقا اینا پیجشو فالو کنید آقا. این عقده‌ای اینجا زده میره بالا پایین میره بالا پایین. والا تو حوالی ما ادعا ممنوع. Biz burada buralara gelin. Günümüz günahtı, günümüz gelin. ادعا ممنوع. وکیلش میکنی من که یه روز نبینم یا خدا ببین به کجا کشیده. مریضم بیا حلش کنیم عزیزم. باید دیر به جنبی، نه باید زود به جنبی وگرنه دیر میشه. بعضی وقتا خیلی زود دیر میشه. پیامد ویدیو همین بود. حالا با اون بازی کنه، با اون حالا بازی کنه. دختر قدش بلند، دستش کثیف بود. یه دست واسط بشورم. واه هرچی دارم ساختم خودم. ای که آهنگو ببین. هرچی دارم ساختم خودم. وای وای نتیجه داد انتخاب خوب. بعد از این همه خطا و اشتباه لوس خول دادیم به هم دیگه. مرام تو لوتی خیلی مشتی هستی داشت. بعد این دهی 90 ها سمن خدای من اینا حتما بزرگ بشن دیگه نگم واسه تون چی میشن. ما برای شادیامون خودمون جنگ کردیم. بابامون کارت نکشید. وای کشته منو این جملت. ما برای شادیامون خودمون جنگ کردیم. بابامون کارت نکشید. برای شادیاش خودش جنگ کرد. باباش کارت نکشید. حتی پول پوشکو، حتی پول شیرخشکو، حتی پول کمک به مدرسه رو، حتی پول ثبت نام مدرسه رو، حتی پول لباسو. دمت گرم. بار گران بود نه مهربان بود. بله. 20 ها همش باید زمونه وای وای زمونه وای وای چه زمونه ای شده. امیرعلی اومد با یه کلیپ خفن. تا آخرش ببینید، فقط حتما تا آخر ببینید. داداش ایشان داداش چس آها سوست دید میگه دارشون رو بکشش. دیگه من میترسم. تا اول دیده تا با بکشه. میگه تو دیدی تو بکشش. خیلی سر تو کرد. یواتیه مامانش چی شد؟ چی شد داداش؟ چی شد؟ یکی بهم بگه چی شد؟ سوست دید گفت داداش سوست دیدم بکشش. اون گفت تو بکش. اون گفت خیلی سرت مثلا پسری تو. خیلی خوب تموم شد. خیلی خوب تموم شد. صحبت های دهه 90. بله خاله پسرم آرزو چیه؟ روز اون درس بخونم، مهندس بشم، پولدار شم، بله. ازدواج کنم، زنمو بفهمم، هر چی میخواد واسش بخرم، دنیامو به پاش بریزم، یا خدا. نظرم دست به سیاه و سفید بزنم. رضا بله. مامان آرزوی تو چیه؟ آرزوی من اینه که زن امین شم. امین. بله. حد زده بودم میخواست این حرف رو بزنه. راست گفت دیگه. والا امیر که اونجوری حرف زد با هر کی بود میگه من آرزوم اینه که زن امیر بشم. خیلی خوب بودی تو. برو دوراتو بزن برگرد. وقتی من برش قول میدم که با آغوش باز توف کنم تو صورتت. الحمدلله. وقتی براش بستنی نمیخری برای بچه بستنی بخرید. ایما پر دارم خونه. بعد یارو استورینه من چجور آدمیم. ولا جنابالی هیچ گوه نید. ماشینو ناامید شدم از زندگی دیگه. ناامید شدم با دیدن این کلیپ. ممکن است که مجازی پسری که قد بلند باشه 10 سالش باشه اسمش آروین باشه بیاد پیوی
جان لعنت به این لایکی، همش از این لایکی لعنتی شروع شد. تا الان باید بشینی پیک نوروزی تا حل کنی. روی سنگ قبرم بنویسیم آمد ریب رفت. شیت سکسی گفت. روی سنگ قبرم بنویسیم آمد ریب رفت. خیلی خوب گفت. آی رو سنگش قبرش حتما بنویسی. وای تو رو خدا بچه چقدر اینا با مزن. و تو این سن کم چه جرأتی دارن، چه جنمی دارن، میان کلیپ ضبط میکنن، ویدیو میگیرن، دمشون گرم. درسته موجب خنده ما میشن، ما هم باشو شوخی میکنیم دیگه، مسخرهشون نمیکنیم، باشو شوخی میکنیم، ولی دیگه در حد خودت کلیپ بساز دیگه. نه اینجا آموزش سیگار ساختن نذار، آموزش دوست پسر پیدا کردن نذار واسه ما. در حد خودتون مثلا این گوگوی یه دابسمش مثلا کارتون برو، مثلا دابسمش کودکانه برو، مثلا برقص. خیلی خفن سم بود، اصلا خفن سم. بچه اگه شما از این ویدیوها دیدید جایی، حتما برای من تو اینستاگرام تو دایرکت هم بفرستید. پیج اینستاگرامم اینجا میذارم براتون دیگه. هر ویدیو داری اینجا واسم بفرستید، هر سوژه خفنی داری واسم اینجا بفرستید تو اینستاگرام من. حتما فالو کنید اینستاگرام منو. و اگر ویدیو دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید. همچین بزنید رو دکمه لایک که بره بالا ویدیوم. و اینکه اگر دوست داشتید یه کامنت هم بذارید که معلومه که دوست دارید. یه کامنت هم تو کامنت یه چی بنویسید که یه خورده انگلیسی یا فینگلیش از کلمات انگلیسی استفاده کنید که بازیتون نپره، چون بازم این یوتیوب لعنتی داره هر جوری شده، هر جوری که شده بازیدار میپرونه. و اینکه اگر چنل من سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید و اینکه اون زنگولم بزنید، حتما چک کنید ببینید که سابسکرایب شده یا نه، بعضی اوقات میپره. دوستتون دارم، بوس به همتون، تا ویدیوی بعدی، پیس.